میدونین تو این دنیا چی به درد نمیخوره؟ یعنی یه دونه آدم درست نی واسه یه آدم، یعنی مثل بابای آدم براش میرسه پله بادون، یک دونه بادون زمینی نمیخره. یعنی اینجور پدر که پول داره ولی نمیخواد بخره. اینجور پدری اصلا به درد میخوره. مامان میگیم یه دونه سیب زمینی درست، میگیم 3 تا سیب زمینی واسه ما درست کن، درست نمیکنه. میره پشت میگه برو گم شو تو اتاقت. یعنی اینجور مادری به درد میخوره. برادر بزرگتر که هی بهت فوش میده اینم به درد میخوره. شما تو کامنت ها برای من بنویسین این 3 نفر به درد میخورن یا نه.